تقویت کننده بعدی بازیه. بازی چیه؟ به نظر شما بازی چقدر توی تربیت و رفتار مثبت کودکتون نقش داره؟ شما چی فکر میکنید؟ به عنوان یک مادر میتونید درک کنید که بچه هاتون توی بازی چقدر خوشحالن، چقدر داره بهشون خوش میگذره. بازی فعالیت بیهوده‌ای نیستش که انجام میشه. با بازی اتفاقات خیلی خوبی برای فرزند شما میفته. احساساتی که در درون اون وجود داره برون ریزی میشه. تحرکی که توی بازی ها هست باعث میشه بچه ها رفتارهای بهتری انجام بدن، به خاطر اینکه این انرژی اضافی از بدنشون خارج میشه و رفتارهاشون متعادل میشه. بچه ها توی بازی ها میتونن تصور سازی کنن، تخیل به کار ببرن و آینده خودشون رو تو بازی ها بسازن. دکتر انوشه، اولین فضانورد زن، میگه من مطمئن بودم یه روزی میرم کره ماه، به خاطر اینکه هر شب وقتی میخواستم بخوابم قبلش بازی میکردم و میرفتم پیش ستاره ها و بهشون میگفتم سلام، خوبید؟ من یه روز میام پیش شما. من رئیس ستاره ها میشدم. برای همین برام مثل روز روشن بود که یک روزی حتما میرم به فضا. توی بازی ها اعتماد به نفس کودکانتون رشد پیدا میکنه، به خاطر اینکه مجبور میشن از استعدادهاشون استفاده کنن، صحبت میکنن، میشنون، گاهی اوقات با دوستاشون درگیر میشن، یاد میگیرن چطور حق خودشون رو تو بازی‌ها بگیرن. اعتماد به نفس یعنی اینکه توانمندی‌های کودک شما توی بازی‌ها رشد خواهد کرد.